امروز یک روز خوب و آفتابی. من خواستم که بریم سرزمین ها از سبزی ها سر بزنم. اینا هم سیب زمینیه دیگه. سیب زمینی در چیز کاشتم در بین گلدان، چون رشد کنه دوباره در زمین میکنه. اینا هم گشنیزه. ببینید گشنیزم نظر بدین خوب شده یا نه. اولین دراوش بردم، این دوم دراوشه. اینا هم که میبینین نعنایه. بعد اینا زیر چیزم که زیر مشما چیزه ریحان و شایی. اینا هم که گشنیزه. بعد اینجا هم که گشنیز نه چیز جعفریه. اینا هم جعفریه. اینا هم تلخونه، تلخون کاشتم. بعد او طرفشم تره یا گندنه کاشتم دیگه. اینا را هم مشمع کش کدم که چیز نخوره، خرگوش میگه. اینجا هم پیازچه کاشتم. اینا هم چیزه یک رقم سبزیه. اینا هم توت فرنگیه. توت فرنگی کاشتم، پیازچه، تره. اینا هم نعنایه. اینا هم پیازچه دیگه. همسایه هم اینطور کاشتم. اون طرفی این طرفی ها از همسایه های کاشتم. اونا که نشون دادم مال منه. اینا مال همسایه های. بعد از سر راه گفتم که یک ویدیو از گندم هم بگیرم. وقتی گل گندمه گفتم یک ویدیو از اینجا هم بگیرم. دم اینجا جا داره که یک شکر نعمت کنم با یک دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نبی عربی و رسول مدنی احیح اسد الله مسمى به علی و به زهرا و به طلی و به امی ولدتها و به سبته و شبله امان نجل زکی و به سجادیل بالباقر و الصادق یقا و به موسا و علی و تقین و نقی و به ذی الاسکار و الحجت و القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم نزله و علیهم صلوات و سلام بنهار و لیال و حدو و عشی عجب الان و دعانا و ترحم زرانا وقت حاجاتنا لا کلن لای و ولی و تقبل بقبول نسنین رفی دعانا به محمد به علی و امت محمد صلی الله و آله و سلم 5 تا صلوات لطف شما ممنونم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد علی یا فاطمه یا امام زمان ادرکنی ولا تدرکنی. دعاها را در وقتی که دعای ناس میخواندم یک زنگ آمد متوجه از او شد. معذرت میخوام که انگشتم یک ذره آماده. اگر شما را اذیت کرد مرا ببخشید. اینجا هوا خیلی خوب بود.
به نظرم خیلی خوب بودش. شروع شماله بست یا چنین شماله هوای بهاریه دیگه. این زمینم که خیلی ماشاءالله یک زمین بزرگیه، خیلی زمین خوب بزرگیه. اینجا این درخت، این درخت هم درخت چیزی انشالله درخت سیب